خوش آمدی به محله ما. چخله که دیده شاه بچه گپ تو در این محله ما نمیگذرد. به من گوش کن. حاضر به این بازی چه ششته در حال خودت رو از اینجا نیست میکنی. اگر یک بار دیگر بینم قسم میخورم که راه بازگشتت رو فراموش میکنی. مرا فهمیدی؟ فهمیدی؟ جهان تو چی کار کردی؟ مسافر رو گسل کردم. دیوانه تو میدانی او کیست؟ میدونم. قهرمان افسانه. شمسی این احمق چرا با اینجا اومد؟ براستی نمیدونم شمسی، باور کن نمیدونم. من باید دانم، میفهمی؟ داد نزن. شما اصلی گندگان امر ازلم را به شوهری قبول میکنید؟ باز یک بار دیگر میگویم شما امر ازلم را به شوهری قبول میکنید؟ بله. تو با مجید در جاغلو و میخوری؟ شمسی تو میفهمی چه ها میگوی؟ من از خانه نمیبرایم، تو گوشی به من چونی سوال ها میدی. نخود تو باور کردی که من با یگون نفری پنهانی با میخورم. با تو زنگ میزند؟ با تو زنگ میزند؟ ها؟ همین خیلی نه؟ زنگ میزند. شمسی بحث از حد گذروندی. تو چی کار میکنی؟ تو با من باور نداری شمسی؟ باور کردی اکنون؟ این احمق چی کار داشت در محله ما؟ مجید در جاغلو چی دخالت میکند به حیات من و تو؟ برای چی او تو رو تهدید میکند؟ برای چی؟ نمیدونم شمسی، نمیدونم. مجید چرا به اینجا آمده است نمیدونم. مجید؟ او رو خوب میدونی ها؟ یا اینکه با مجید دوست شده ای؟ شمسی تو تماما دیگر شده ای، من تو رو نشناخته ایستادم. از برات گذشته من رو فهمیدی؟ دیگر با تو کار ندارم. یوسومن، من میترسم که تو رو از دست میدهم. شمسی، من با مجید در جاغلو یگان علاقه ای ندارم. باور کن. تو چی یوسومن؟ تو از خودت باوری داری؟ کجا شده؟ انا اومدیم. وقتی عقد نکاح هم شد شمسی باشد حالا هم نیست. یاسومن و اپای گلتین هم ناومدن. در راهن حاضر میآیند. توبه کردم خدا، بیهوده سوال میده. بیایید به داخل درآییم. بیایید. آخر آنها خیلی دیر ماندن. هیچ چیز نمیشود. بیایید درآیید گفتم. درآیید. خدایا توبه. اپای نزد. بیایید به داخل گذاریم. مایلش. کجا شدی دخترم؟ شب بخیر اپای گلتین. شب بخیر شمسی. بیا به خونه درو بیسا. تشکر اپا، شما آماده شوید، من منتظر میشم. مایلش ما حاضر آماده میشه. بیا گذار. شمسی را در کجا دیدی؟ در راه خوردی مگر؟
اسپانه رو نیافتید. میدونستم که نمیابید. میدونستم. دخترم در یک شب اینقدر واقعه به سرت آمد. خوش آمدی پسرم. امروز بر وقت به خانه آمدی. مجید یوسمان چله که خدا دیده شاه بچه گپی تو در این محله ما نمیگذرد. پلین الو مجید، من خواستم از احوالت پرسان شوم. خوب هستی؟ خوبم پلین. حاضر به خود نیستم. بعدم با تو گپ زنم. مایلش در کجایی تو؟ به فکرم احوالت خوب نیست. یکون گپ شده است یا اینکه باز چیه؟ باز چی پلین؟ تو برای من چی میشوی؟ بس از پلین. کمی هم باشد مرا به حالم گذار. خانم اینجی آقای کریم حاضر میایم. نه، تلفن رو گذار. شب دیر می اومده است. برای همین خبر داد. مایلش. کاری تو چی پلین؟ کاری تو چی؟ در کجا بودن و نبودنم رو باید به تو خبر میدادم. چرا عصبی میشوی مجید؟ من تو رو چی گفتم؟ تنها خواستم از احوالت پرسان شوم. تمام. من خوبم. شنیدی؟ فهما؟ شد؟ یاسمن رو از یادت برآورده نمیتوانی. همین پلین؟ مادر جان. پلین جون و تو چی شد دخترم؟ مجید روز تا روز خودش رو از من دور کرده نیست. دختر جونم. پلین جون خودت رو به دست گیر دخترم. خانم ها همیشه با زنگ زدن و گپ زدن خوشحال می شوند، اما مردها کمی هم باشند می خواهند آزاد باشند. من دیوانه شدم مادر. مگر شما این رو نمیبینید؟ فکر و خیال مجید فقط در یاسمن است. من این رو حس میکنم. دیوانگی نکن. تو میدونی مجید کیست و یاسمن کی است؟ اون شب چیزی که من دیدم اگر شما میدیدید این گپا رو نمیگفتید. مادر جان به من کمک کنید. چی خیل دخترم؟ نمیدونم اما یگان روحش رو یابید. مادر من به مجید زندگی کردن نمیتوانم. آمدم. پس برای خدا کجا شدی گلتین؟ عذر میخواهم دیر مونده. مرحمت خوش آمده. شمسی در وقت عقد نکاح خواهرت نبودی؟ هیچ گپ نه اپا. چرا دیر کردید گلتین؟ خواهر من خیلی زیباست. شما شنیده با نمی آمدید هم میشد. عقد نگاه تمام شد. چی واقعه شد؟ همش رو باید به تو نقل میکنم فخریه. خیلی زیبا شده است. خوشبخت باشید. تشکر. برایتان زندگی خوب خواهانم. خوشبخت باشید گفت. شنیدی اصلی هم؟ با تو میگویم. حالا که مرا یاد کردی؟
میآیند. دخترم زهرا خوشبخت باشی دخترم. تشکر امک فیض. اصلیا میرویم. خداوند شما را خوشبخت گرداند. تشکر خاله گلتر. اصلیا اصلیا من میترسم اپا. اصلیا اپا. اصلی نزاکت ما چی کار کردیم؟ Gözlerimi şimdi uyku zamanı sen bir küçük bulutsun ağlan seni uyutsun. همش رو گرفتی؟ در گردنش هم بود؟ همش رو گرفته در بالای میز گذاشت. اگر کمی کند بگو خودتان میبینی. میلش پسرم،
تو به نزدش رو. اصلیه؟ شوهرت آمد. آخر امشب شب من و تو است. اگر پشتت رو به سوی شوهرت گردانی خوب نمی شود. من با ماجد جوغو یکون علاقه ندارم. باور کن. تو چی رسومه؟ تو از خودت باوری داری؟ یوسف تو رو دوست می‌دارم. شب برای چی دیر موندید؟ پدر همش با عیبی من شد. من به زودی لباسش رو انتخاب کرده نتوانست. کدامش رو پوشیدنش رو ندانست. همین وقت شمسی زنگ زده گفت که اماکی فیض نباشد من شما رو میبرم. من گفتم که زودتر بیا که دیر نمونیم. بیچاره برای ما شده به توی خواهرش دیر. پدر چای شما خنک شده است. من به شما چای گرم میارم. یاسومان تو شب دستبانه رو به دستت نکرده بودی؟ نپرسه که من گفتم اونجا آدم بسیار خدا نکرده گم شود کاری خوب نمی شود.
آخر از نازنین تنها همین چیز باقی مانده است. راست میگویی. آن دستمانه رو نازنین تا از دنیا نرفت از دستش نگرفته بود. وقتی نفس آخرینش اون را به دست تو کرد دخترم. تو خاطره مادرت را صاحبی کرده میتوانی. بله پدر. بیچاره دختر زیق شد. فخریه اومد. روز بخیر آقای مجید. نهاری نمیکنید؟ مهربان در آنجا پلانشتی من آن رو میدادی؟ حاضر. این عکس ها برای مجله جای کارتون خیلی چهره زیبا داشته است. من از تو پلانشت خواستم، نه اینکه عکس ها رو برای تماشا کردم. میبخشید آقای مجید. وای با تو عاشق نشده باشد؟ نه از کجا؟ خیلی برای چی به پیش درت آمد؟ من از کجا دانم؟ با خدا حالا هم باورم نمی آید. یاسومن فکر کن مجید ارجاغلو به اینجا اومد به نزدی تو. وقتی که شمسی مجید رو دید خیلی به غضب آمد. باز یکان حادثه روی ندهد گفتم من خیلی ترسیدم. این کارو جهان کرد. چی؟ جهان مجید رو لاتو کوب کرد؟ نه جانم، برادری من تا این درجه دیوانه نشده است که این کارو کنند. لاتو کوب نکرد، اما در گوشش چیزی گفت. نمیدونم چی گفت، اما مجید درها به ماشین سوار شده رفت. هیچ باوریم نمی آید. باور کن چیزی که گفتم راست گفتم. ماهیگیر از پسی ماهیگیریش می باشد. تو از پسی چی هستی اوزلم؟ من شمسی به یکون چیز احتیاج ندارم. شکر، همه چیز به من میرسد. خیلی خوب، خیلی. من هم خورسم که چون این شرایط داشته ای. اما تو از من چی میخواهی؟ همین رو دانستن میخواهم. فهمیدم که احتیاج به ماهی داشتن رو نداشته ای. از من چی میخواهی؟ دخترها چیکار کردید؟ با یکم خلاصه آمدید؟ کدام خلاصه خاله گلتن؟ آی من دیوانه میشوم. من در فکری دستپانه فشارم بلند شده است. شما باشید پروایی ندارید. یک دقیقه ما هم اینجا به خلاصه اومدیم خاله گلتن. چی خلاصه؟ وای باید مجید ارجاغلو را پرسیم، شاید او میدوند. نام او را دیگر در این خانه به زبان نگیر فخریه. ببخشید اما مجبوریم خاله گلتن. آن دستمانه یا در خانه ارجاغلو یا در آن کشتی افتاده است. خاله گلتن من باوری کامل دارم. یا به آب افتیده است. ای خدا به آب نافتیده باشه. خدا خودتان میدونید همان دستمانه. من رفتم. ای خدا. اگر آن دستمانه را خواهی باری دیگر به خانه ارجاغلو رفتن لازم است. شمسی تو باید به من باور کنی. برای چی؟ به دوستت باید باور کنی. در کدام اساس؟ نمیدونم. خودت باید در کدام اساس بودنش رو دانی.
خیلی نباشد یوسمان در باره رفت آمدی ما خبر دارد. روز بخیر. روز بخیر. روز بخیر. بیا جانم یگان چیز خورده بدرم. در شرکت میخورم. پسرم رو کار زیاد میفرمایی. کاری خودش اگر نخواهد کار نکنه. تو بزدید. مجید با بلین گپایت گریخت مگر؟ یگان گپی مهم نبود. در تلفن همینقدر بلند داد زدی که از بیرون همه گپایت شنیده شد. چیزی که با او گفتم مقصدم رو فهمیدید با فکرم. مجید لباس نوی که گفته بودم چی شد؟ امروز با آخر میرسه؟ حالا معلوم نیست. سببش در چی؟ پول مگر؟ کاش که پول میشد. خواستی زن را هم فهمیدن مشکل است. حالا هم با اون کار بندم انشاءالله که با آخر میرسانم. بعضی ها با پول نقد کار میکنند. حاضر که به شرکت رفتی به نزد مدیر به قیدگیری مبلغ ها دارو. در اونجا روی خطی با پول نقد کارهای کرده پدرت رو میبینی. خانم انجی رفت خور آوردند. معلش مهربان من خودم رفته میبینم. این زنها من تو اندازه کریم ارجی اغلو از این کارها بوی نمیبرم، اما میدونم پول نقد با کی یا اینکه محبت با کی در کار نشود. با مزه بوده است. نزاکت یک بار به اصلیه زنگ زنیم در چه احوال باشد دخترم؟ به خدا خیلی خواطرم. حالا بر وقت است مادر، کمی صبر کردنمون در کن. شمسی به مکتب رفت؟ با بر وقتی بر آمده بود. دیگر به درس نرود هم می شود از این مشکلی ها خسته شد. مادر ما چیزی که می خواستیم به مقصدمون رسیدیم. این خیلی گپ نزن دخترم. نزاکت بیا به اصلیه زنگ زنیم آخر. حاضر مادر. زنگ می رود. این خیلی نمیکنن. کنی به من ده؟ من این خیلی سخت کردن در کار که چنگ و خود تازه شود. دیر همه ای خونه رو انا همین خیلی تازه کن. الو اصلیه جانکم. من اصلیه نیست، من خوشتون. سلام خاله جان، من اپای اصلیه نزاکت. ما میخواستیم از احوال اصلیه خبردار شویم. پوس اصلیه چه حال دارد؟ سلامتیش خوب است، احوالش چی طور؟ اصلیه خوب است، احوالش هم بد نیست. اگر خوب باشد ما هم خیلی خوشم. شما میتوانید او رو به نزد تلفن جیغ زنید. آوازش رو شنیدن میخواستیم. جیغ زدن نمیتوانم. اصلیه در اتاق خودش به کار مشغول است. نمیخوام او را از کار بکار کنم. در خونه شوهرش روز اول میباشد. فهمو این خیل باشد به او رسونید که ما زنگ زده بودیم. مایلش سلامت باشید. شما هم. چی شد؟ اصلیه در حجره خودش بود است. خوشنامانش گفت که خیلی خوب است. با امره استراحت دارند. معلوم که بعد توی مونده شدن.
دیرتر زنگ میزنیم مایلش. راستش رو بگو خوب است. خوب است، خواطر نشوید. مایلش. در اصل من هم میخواستم که پس لباس رو همین خیل کشویم. همین خیل؟ کاش که پیش از اونه که به من این رو نشان دادن این کار رو اجرا میکردی. تشکر. میتوانید روید شما. سمیر، من این لباس رو با طرز دخترش دیدم. خوب شده جناب. رئیس اونور؟ چی خیل تو؟ خوب هستی؟ خوبم. تو چی؟ من هم خوبم. میبینم در 2 روز رئیسی کلان شده ای. خیلی زیبیده هست برادر. تشکر. در پای راست نیست. مرحمت. گذشتش اینجا. کنی گبزن حیات در پاریس چی خیل گذشت؟ خوب گذشت. فهمو درد عشق چی گذشت؟ برادر من این موضوع رو محکم کردم. تو باشی حالو هم میپرسی. چه خیل نمیپرسم اونور. بابای دختر با مثل دیوانه ها عاشق شده، از برایش شده، از این جایها گریخته رفته. اما کی بودن اون دختر رو با من نگفتی؟ کنی گبزن؟ راستش رو بگویم من خودم هم نمیدونم چی کار کنم. هیچ گرنه همه این کارها بیهوده بوده است. دیگر فکرش رو هم نمیکنم. تو چی کار کردی؟ کی با پلین خانه دار میشه؟ خوش آمدی خانم اینجی. چی؟ خاله اینجی در گپش ایستاد؟ در گپش مایلشو میگوید یا با پلین خانه دار میشوی یا اینکه تو دیگر پسر من نیستی. تو چی کار میکنی این خیلی گفته باشد؟ سلام. پلین؟ ها؟ گریزه؟ چی حال داری؟ خوبم. کی برگشتی؟ همین سحر آمدم. خیلی خوب. مثل روزهای دیری نه هممون در یک جا. تو من و مجید. بله اما یک فرق است. کلان شدیم. آنور فکر میکنم دیگر با مویهای پلین دست نمیرسونم. نه برادر دیگر دست نمیرسونم. اینها رو بینیدم. چی شد؟ مایلش دوستان من میگریزم. از این روز پس من همین جایم. باز میبینیم. تو نو اومدی با کجا؟ چیزی رو شنیدم نمیخوام. برای بازگشت اونور شب هممون یک جا خوراک میخوریم. میشود. پلین چی در کار؟ چه خیلی چی در کار؟ تو خورسان شب که با یک خوراک خوردن جانت خلاص شد. پلین برای بازگشت من شب نشینی تشکیل نمود. مایلش برادر چی خیلی که شما میخواهید؟ خدا قوتت دهد دخترم. تشکر خالای حجر. واه دخترم واه. بین چه حادثه رخ داده است به این دختر. بسیار به مادرش مانندی دارد. چشمانش، نگاهش. شما مادر یاسومان رو یعنی خالای من رو میشناختید خالای حجر؟ بله میشناختم. من حتی آقای فیض رو میشناختم. همه این گپ ها گذشت. برای چی اویلای ما خالای نازنینم رو دانستن نمیخواند؟ چی کار کرده از خالم؟ عاشقی دخترم عاشقی. مانده نباشی جمال. آمدم تا قهوت رو خوش آمدی آقای فیض. قهوه رو در قهوه خانه نوشیدن در کار. برای آنکه مزهش دیگر. جمال من به قهوه خانه نمیروم. آقای فیض تو تا کی میگریزی؟ فراموش کن کاری گذشته رو. جهان هوشم رو بر سر گرفته. دکان با من امانت. به این طرف گذاریم.
آن وقتها آقای فیض در شرکت شما کار میکرد. آقای فیض؟ پدری عثمان در شرکت ما کار میکردن؟ بله، در شرکت شما. و خونه‌تون هم آمد و رفت داشت. یک دیگر رو با نازنین همون در خود دیده بودن. پنهانی واخری میکردند و مکتوب میفرستادن. دروغ نمیگویم، فیض خیلی جوانی زیبا بود. یک طرز نگاهی داشت که تمام خدمتگاران تا آمدن او در نوبت میایستادند تا اینکه فیض رو بینند. روزی فیض با همراهی والدانش در دست یک دسته گل با شیرینی با سری بلند به خانه وارد شدند، گویا که دیروز بود همان روز. همون وقت در خانه یک پزنی ها، یک حقارت هایی شد که من در حیاتم نشنیده بودم دخترم. اما آنها هیچ نرنجیده از خانه به خوبی بر اومده رفتند. از بین خیلی وقت گذشت. از فیض خبری نبود. یک وقت شنیدیم که خوانده است، امتحان‌های دولتی را سپریده است، بعد در اداره انداز و کار شروع نموده است. بار دیگر به سراغ نازنین به خانه آمد. نازنین اون وقت خیلی زیبا به مانند ملکه بود، اما به همه این نگاه نکرده به فیض عاشق شده بود. بعد چی شد؟ بعد هیچ چیز نشد. او را به فیض ندادند. به نازنین گفتند که اگر از در این خانه برایی دیگر بر نگرد. خالای نازنین بر اومده رفت؟ بله، بر اومده رفت و بر نگشت. اگر من هم در جای وی می بودم همین خیل می کردم. بعد این شما دیگر خالای نازنین رو ندیدید؟ دیدم. در خانه بعضی اشیاهایش مونده بود. آن اشیاهایش رو به خانه فیض به دست من روان نمودند. اما فیض آنقدر انسان با غروری بود که آن اشیاها را گرفته به پرتو برای آنکه زندگی آنها از زندگی ما کلا فرق داشت. خالای حجر، شما در کجا بودن خانه خالم رو می دونید؟ برای ما 2 قهوه بیشکر تیار کنید. ای اسماعیل، توی رو هم گذراندی ها، خیلی خوب کردی. تشکر. از مجبوری گذرانده. به شما هم نصیب کند انشاءالله. وقتش که رسد همش می شود. ما حالا سراسیمه نیستیم، اما شنیدن نمیخوام اسماعیل. چیزی که در حقیقت است همان را گفتم. اگر یکم کلمه ناحق گفته باشم گپ زن، حاضر بر اومده میروم. مجید ارجی اغلو دستمانه مادرم رو. فخریه، نمیفهمی مگر؟ من دیگر با اون آدم و خوردن نمیخواهم. تو اگر میدید که اونجا با من چی هایی که نگفت، نمیخواهم که با یک دیگر ما نفرت پیدا کنیم. خیر برای چی تو خانه اتان آمد؟ کی آمده از تو خانه ما؟ کی؟ شمسی. نامش رو گیر و گوشش کش. میدانم طرف داری شمسیت. فخریه، باز چی؟ التماس دیگر هیچ چیز نگویید. گلرو؟ سلام یوسمان. یوسمان، من بعد همون شب خیلی خواطر شدم. در روزنامه دیدن پس خیلی کاری خوب شد همین خیلی؟ نه، من این رو گفتن نمیخواستم. نصف شب در کوچه گشتنی دختران در محله ما شرمندگی، اگر در محله شما شرمندگی نباشد. اما بس کنید. من هم خیلی غمگین شدم. چیزی که بود فراموش کن. پدرت تو رو سرزنش کرد یوسمان؟ بله جنجال کرد. کمی مونده بود که شپاتی زند. پدری تو چیکار کرد؟ فهمیدم. در آب دختری معافتید شما نه. دخترم برای چی این رو به شب نشینی دعوت کردید؟ منش دعوت کردید، اما در جایی که هیچ کس رو نمیشناسد چیکار میکند؟ چی گم کرده بود در اون کشتی؟ وقتی که به آب افتید شما در کجا بودید؟ اگر می بودید نمیگذاشتید که او به آب افتد. توبه. خودتون التجا میکنم بس کنید. فخریه تو کردور نشو. من باید از اول صدی راهی پیلین میشدم تا اینکه تو رو به آن شب نشیمنی دعوت نمیکرد. بله
راست میگویی. من کجا و این خیل شب نشینی ها کجا؟ همین خیل نه. نه من به اون مانو نگفتم. تو مرا اونو درست فهمیدی. اگر تو مرا درست فهمیده باشی همش خوب است گل رو. یاسومن حاضر پدرت می آید. با اجازت شما. از آمدنت من ندارم گل رو. شما پدر یاسومن آقای فیضت همین خیل؟ بله دخترم. شما کی هستید دخترم؟ من دختر سلیم دمیر خان گلرو. تو بازدید یاسومن. من هم میروم. تا بازدید. تا بازدید. ای منو ترسوندی. خوب شد. من دست نرسونده خود به خود ترسیدی. تو چی میخوایی شمسی؟ وای دختر کیست؟ کی؟ کارت چی؟ فخریه. گلرو دختری تقای یاسومن. و یاسومن گوی که مثل هر وقت در همینجا انتظارش هستم. بازن کویم جواب نمیدهد. من چی کار کنم شمسی؟ من به خانه میروم. فخریه. اوف مایلش. چی شد؟ چی میشد؟ شمسی اومدی؟ بله تو مرا دیدن میخواستی. چه خیلی نمی آیم. شمسی روز تا روز در حیات ما نفهمی و زیاد شده ایستادم. من کوشش دارم که حیات تو برباد نرود. آخر من از تو چنین کمک نخواستم کو. اون دختر چی کار داشت در خونه شما ها؟ برای چی آمد؟ از مجید ارجوغلو خبر آورد چی؟ من دیگر در این باره گپ زدن نمیخواهم. تو نمیخوای که من درباره او گپ زنم؟ شمسی درباره آدمی که معلومات نداری چرا این خیلی گپ میزنی؟ آدمی رو معلومات ندارم؟ تو معلوماتی کافی داری درباره مجید ارجوغلو. شاید وقتی خوش گذراندید آن شب در کشتی. شمسی بس است دیگر. تو به من قول داده بودی یاسومن. داد نزن مرا در بین مردم شرمنده میکنی. تو رو شرمنده میکنم؟ خوب فکر کن که از پشت تو بسری ما چه چیزهایی نآمد. آخر برای چی با اون آدم وا میخوری ها؟ جواب بدهی. آدمی که بگه پایم باوری ندارد. چه خیلی به او جواب دهم شمسی؟ بگوی چه خیلی جواب دهم؟ گوش کن یاسومن، ما پیش وقت این خیلی نبودیم. پیش ما که دک بودیم شمسی. با گذشت سالها مناسبت هم دیگر می شود. با من گوش کن. اگر باز گویی که میروم دوستی رو با تو قطع میکنم. نه
این دفعه میمانم. قصه عاشقیش به آخر رسیده است. راستش رو بگو، با کی عاشق شده بودی؟ یگان کلمه هم نگفتی درباره آن دختر. تو رو نمیشناسی. با من هم نگفته است. برادر همه اش گذشته رفت. گذشته رفت تو به خود نآمده ای. سالها از پشت آن دختر غیب زدی. عاشقی بوده است. هیچ نفهمیدم من. مسخره کردن گیر. تو به این اهمیت ندی. خودش عاشق نشده است، حالا عاشقی رو عذابش رو نمیدونه. خواتیرم برای شمسی خیلی خواتیرم. فخریه با من چنان رفتار کرد که گویا حاضر رفته زهر میخورده باشد. یوسومان شمسی معلوم است که عاشق است. همه ای کارش برای تو را به دست آوردن است. تو چی خواستند رو میدانی؟ التماس همان رو به من گپ زن. از این گرداب نجات یافتن میخواهم فخریه. نجات یافتن میخواهم. با او چی شد؟ خودت دیده است مثل هر وقت مجید به دیگر طرف نگاه میکند و من روشن با او. حتی در فکر من نیست. نمیداند چطور عذاب میکشم به او. ممکن که دانم. اینقدر دشوار بود از انتظاری اونو. هر روز انتظار بودن. هر روز درباره او فکر کردن و دوست داشتن. هیچ فکری از این کار دست کشیدن رو نداری؟ مگر نمیبینی اونو؟ نمیبینی چقدر با مجید عاشق هستن؟ میبینم. برای همین گفتم با خودت جبر نکن. با خدا خیلی دردی وزنین است. از برای همین من با خارجه برآمده رفتم. برای آن رفتم که دوست داشتم رو نخواستم با شخصی دیگر بینم، حتی یک روز هم. انا برای همین عشق من باید از عشق نوریده سخت‌تر باشد. حالا همین که اگر تو را دوست ندارد، حتی در فکرت هم نباشد، کسی دیگر را دوست دارد، چی کار میکرد؟ از دستت چی می آمد غیر از گریختن؟ من در حقیقت به مثل عاشق رفتار میکردم. حتی از نزد میز خسته نمیرفتم. تا آخر در برش خواهم بود. دخترها کو به این نگاه کنید. این چی است خواهی گلتن؟ عکس های یاسومن و نازنین. ای چقدر شیرین بوده ای دوگانه. ای خدا تو چی ها میگویی؟ من برای آن نآوردم که کودک رو دیده خوشحال شد. بینید این عکسی مادر یاسومن. دستبانه خوب نمایان است. بله راست میگوید. با خدا دستمانه حیف شد. بازی من یک شپوتی زنم میفهمی چه خیلی دستبانه حیف شده است. یاسومن بگو به نزد زرگر روید. عکس رو هم با خود گیرید. به زرگر نشان داده گوید که انا همین نمود بسازید. در حقیقت تیار کرده میتوانند. اما میتوانند جانم میتوانند. بیایید این دستمانه رو کنیم تا اینکه دهانی آقای فیض رو بسته کنیم. تو اول دهانی خودت رو بسته کن دخترم. میبخشید خالای گلتن، از هیجان چی گفتنم رو نمیدونم. همه‌اش رو مون و پول رو از کجا میگیریم فخریه؟ من نمیدونم. یاسومن من این رو در روزی تویت دادنی بودم، اما تا اون روز خدا بزرگ. اما نه نمیشود. من این رو قبول کرده نمیتوانم. من میگیرم این رو. چی؟ مجبور هستیم. ای یاسومن اینجا تماما دیگری.
بوده است. شهر یکی بودم. بهترین سلسله فیلم های ترکی، هدایت عشق و نفرت، زخم دل، و مانند این